هر زمان حس میکنی که در جهنم مانده ای؟ فکر کن با خود کجا قلبی کی را سوزانده ای؟ سیر کن یادت بیاید لحظه ای که با غرور میزدی لبخند بر خون دلی درمانده ای. سلام بیننده های عزیز، بگذار همیشه صحتمند و سربلند باشید. تحفه‌ای که در دست ما میبینید با فکر شما چی است؟ ما از تحفه خبر داریم اما از داخلش نه. دوست به ما زنگ زد گفت اومه جان تحفه آماده کردم، میخواهم با واسطه شما به دست پدر رسانم. از خود فدراسیون روسیه تحفه روان کرده است. خب ما یک جا میبینیم که از این قدر راه دور چی تحفه باشد که برای پدر روان کرده است. پدر اسایی است که ما و شما در او تکیه میکنیم. به قدر پدر و مادر در زندگی باید رسید. بسیاری از جوانها را ببینیم بعد سر پدر بعد داد و فریاد میکشند، میگویند پدر با رفتنت افسوس جهان ماتم سرایم شد، مکان زندگانیم جهانی غصه هایم شد، تو بودی خوشی عمرم کنون تنها شدم افسوس، کجای هستی عمرم پر از غم ها شدم افسوس. پدر آه از فراق تو دو چشمانم پر از خون شد، زیاندوه جداگی دلم افگار و مجنون شد. پدر روشنگری راه و عصای در برم بودی، کنون نستی کناری من تو تاج بر سرم بودی. به قدر پدر بعد مرگش میرسند. دوستانی عزیز، اگر شما بخواهید با پدر و مادر، یار و دوستان، رفیقانتان تحفه با واسطه ما روان کنید، میتوانید به این رقم ها مراجعه کنید. ما نیز در خدمت شما و هر کسی که میخواهد در نوارهای ما سرپرست شود یا اینکه همکاری کنیم به این رقم ها مراجعه نمایید. عجیبش در این است که داخل تحفه چی باشه. بیا دوستان عزیز برده به دست پدر میرسانیم و با شما یک جا میبینیم که داخل چی باشه. تماشا کنید. اگر چیز بالاتر از زندگی باشد پس آن سلامتی است. اگر چیز وزنینتر از مرگ باشد پس آن بیماری است. سلامتی جسم بهترین نعمت است. خب شما را توصیه می‌کنیم با شرکت شفافرما داروهای گیاهی برای فربهی، خرابی، ریش، موی سر، پروستاتا، گیموروی، گرده، معده، خنکی، نور چشم، ایمونیته و قوت کردن مردها، ورزشگران و برای تمام دردها تحویل یعنی دستافکا با تمام شهرهای روسیه. اگر شما از نام ما یعنی صدای امید دارو خریداری نمایید، هجوما در شهر مسکو رایگان یعنی به مبلغ گرفته می شود. خوب دوستان عزیز، کنی بوبیت اوتاتا ها؟ بیا سلام علیکم. چیکار تو جان؟ سلامتی خوبه؟ همه تازه. پدر همیشه یک آرزو میکرد. فرزند برای عملی گرداندن آرزوی پدر همیشه تلاش میکرد. خوشا به حال آن فرزندی که شریک آرزوهای پدر است. سید مؤمن فرزند حکمت الله طول 8 سال می شود که در مهاجرت مهنتی قرار دارد. برای قلب پدر را شاد کردن تحفه گرفت و خواست به واسطه ما به پدر رساند. امیره ما در روان کردن خواستن که در شما رسونیم. کی روی کرد؟ نمیدونم امیره کی روی کرد. چیه؟ زنگ دادن نمیدونم چیزی هست. امیره خواستن که در خدمت شما هستین. خود فدراسیون روسیه رو اومده گه. اگه حکمت شما هستین. امیره خواستن که بیارم به شما رسونم در پیشم هویش کنین ببینم. بابایش کنین. اول هویش کنین. نه همینجا هویش کنین ببینم شما. رحمت کنه سلامت نگاه باشه و من با خواهش آرزو را که سخت سلامت من چی کنم
خانه بیارم اینه برادر اینه کنورتون میگیرید میخونید اینه زمان جون اینه بخونم جا حتما پدر جونم غم و درد نبینی درونی سینه از سرد نبینی زی فرزندان تعلیم دادنی خود خدایا خوی نامردی نبینی نامه از نام فرزندت سید مؤمن و پدرجان عزیزم حکمت الله. سلام پدر جان، آماده شوید به خانه خدا. چی گفتن داریم با فرزندتان؟ هیچ خدا 100 ساله جا اونجا درست کنه ساختی این موری گودی که بود در 60 64 برو انا خدمت فرزندو شدی. چی خوش داریم میخواین که فرزند برگرده بیاید؟ بیایم ما خویش داریم که بیای و خیلی چند روزی در اونجا هر باری که تلفن میگیره لحظه و زمانی که کدام ساعت و کدام روز تلفن میگیرن التماس میکنیم خواهش میکنیم که بیاین خب زندگیشون بسیار در خونه دوام بدن. اگه در اون مملکت تو چند بیسی سیان وطن است. البته وطن کارش دیگه خونه دیگه پیش زن فرزند دیگه زندگی با هم با کارش دیگه. بله. خب پدر جان شما تیاری ببینید برای خانه خداوند رفتن. همین موقع شاید که شما سفر کنید به خانه خدا. او بلیط بگیرن. همش تیار میکنه، شما رو زنگ میزنن که تیار شوین. خدا ان خب فرزندتون حتما نوار شما رو ببینه و امید دارم که زود برمیگرده به نستان. خدا نگهبان شو. خداوند نگهبان. در حق ما نیز دعا کنید. شما فرزندان خدا سیر شوید. سربلند باشید. خداوند نگهبانتون باشه.